دارو بگم؟ به نظرم کسی رو نمیتونی پیدا کنی اهل موسیقی نباشه. آقای محسن چاوشی. یه آهنگ هست به اسم Force of July. آرامتر از دریا. آلبوم دود عود آقای شجریان. امشب شب مهتابه. هر وقت استرس دارم و اینا کمکم میکنه. آرامش بخش. صدای طبیعت شه. آهنگش ملایم باشه. سعی میکنم موسیقی بی کلام گوش بدم در این مواقع. پیانوهای استاد معروفی یه آرامش خاصی داره. تیم ویرگول یه موسیقی آماده کرده که مخصوص شماست. قبلا زیاد شنیدینش. مطمئنیم میتونه خیلی آرومت کنه. دوست داری بشنویش؟ باش. باید گوش کنم. بذارم. لا 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 گل مادر خدا باشد تو را یاور. لا 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 گلم باشی انیس و مونسم باشی. لا 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 گل پنبه گل سیب و گل انبه. لا 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 گل نعنا فدای اون قد رعنا. لالا سیاب آمد دوباره مهتاب. بزرگ شدم داشتی. صدای لالای مادرم. میخوام دوباره گوش بدم. اصلا عجیب غریب بود، این توقع اینو نداشتم. خیلی خوب بود. اگه ببینمش بهش میگم که الهی که من جونم فدا بشه. ببخشید که اونجوری که باید بشه نشد. هیچ جور نمیتونم محبتات فراموش کنم. دردی که درمانش تو باشی دوست دارم، بغضی که بارانش تو باشی دوست دارم. دیوانم من گرچه پایان منی تو، هرچه که پایانش تو باشی دوست دارم. تو نفسی همه کسی بمان برایم، زیبا شده با عشق تو حال و هوایم. ای ماه من همراه من دور تو گردم، در چشم تو دیوانگی را دوره کردم. دورت بگردم دورت بگردم.